بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. حاج محمد خسته نباشید. وقت ندارم، من سعی سالم میپرسم. ببین بابت همین فرکانس صداها که انسان‌های مردن صدا ما رو میشنون، حواستون برنامه بده. از 32 به فرکانس بسامد یا فرکانس صدا از 32 مگابایت بالاتر باشه، صداها ما انسان‌ها میشنویم. به 72 برسه، چای 72 به بالا دیگه نمیشنویم. پایین‌ترش بیا ما نمیشه، ولی حیوانات میشنون صدا هم دیگه. پدر مادر حیوان خرس بچه‌ش صدا میده میگه بیاد. فرکانس پایینه، ما نمیشنویم. برای در مورد فرکانس هم توضیح بده، مثل اینجا دور خوشگل توضیح میدی. برای فرکانس صدا هم توضیح بده، ما بفهم که هر انسان‌هایی که میمیرن صدا ما رو میشنون. آنان ابله نمیفهمن. خدا نگهدار. کجا یک لحظه. خیلی حالا ایشون تماس گرفته، خودش هم کشته. به خاطر چی؟ بگه که امام رضا، امام حسن، امام حسین، امام علی، فاطمه زهرا، مهدی موعودشون بسن تو چای جمکران که افتاده، اینا رضی الله تعالی عنهم اجمعین غیر از مهدی که به دنیا نیامده تا هنوز، ما میگیم به دنیا نیامده، اونا میگن به دنیا آمده، اینها میشنون. به خاطر همین ما میگیم یا الله، اونا میگن یا علی، یا حسن، یا حسین، یا مهدی. این همه عجله و تماس گرفتنش به خاطر همین بود. خب بسم الله. فرکانس بالا و فرکانس پایین و مرده ها و نمیدونم فلان. الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 14 در اینجا چی میگه؟ یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. الله شب را در روز و روز را در شب داخل میکنه، این شب و روز به وجود میآورد. و سخر الشمس و القمر، و آفتاب و مهتاب را مسخر کرده است. کل یجری لاجل مسمى، هر کدام اینها به تندی در شتاب و حرکتند به سوی یک قرارگاهی که در آنجا مستقر میشوند. ذالکم الله، این است الله، ربکم، پروردگار شما، له الملک، مالکیت از آن اوست. خوب دقت کنید به این کلمات قرآنی، مالکیت از آن اوست. والذین تدعون من دونه، و کسانی که غیر از الله شما آنها را صدا میزنید. بارها گفتیم که وقتی که ما میگیم من دون الله، یعنی من دون الله پایین تر از الله. دون پایین رو میگن در عربی. مثلا میگیم که دونی المکتب، پایین تر از من این میز هست. دونی الارض، مثلا پایین تر از من زمین هست. دون پایین تر از الله. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف مخلوقات است و من دون الله هستیشان شروع میشه تا کوچکترین ذره این کون، کوچکترین ذره‌ای که وجود دارد، کوچکترین اتمی که وجود دارد، همه من دون الله هستند. الله متعال میگوید که والذین تدعون من دونه، کسانی که من دون الله پایین تر از الله را شما میخوانید، ما یملکون من قطمیر، مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. والله این آیه رو حدود 15 سال است که ما داریم میگن که در گوش مرده چلیاسین خواندن اثر نداره. چلیاسین یک به اصطلاح عادت بدعتی است، این چیز در شرع نیامده در موردش، که بعضیا که مریض میشن میگه بره چلیاسین بخوانید. در افغانستان و پاکستان زیاد موجوده. اینو میبرن پیش قاری‌ها، 40 مرتبه یاسین رو برای میخوانن، میگن یا این طرف میشه یا اون طرف. اکثرا اون طرف میشن، میمیرن. چرا؟ بابا جان طرف تب کرده، بیمار است، ببرین براش دارو بدین، پاراستامول بدید، آنتیبیوتیک بدید که التهابش خوب بشه. میبرن پیش قاری‌ها که اینو چلیاسین بکنید. 40 مرتبه چلیاسین میکنن، یک پتور هم سرش میپرتن، بیچاره به خاطر تب شدید زیر همون لحاف میمیره. بعد میگن ببینید او طرف شد. خب بعضی که عمرشان باشه این طرف میشه، لکن اکثرا او طرف میشن. یک اصطلاحی در فارسی داره میگن در گوش خر چلیاسین خواندن فایده ای ندارد. بعضی مثل این آقای عزیز و گرامی همین صفت رو دارن. 100 بار که در گوش اینها چلیاسین بخوانید
انذرتهم هم لم تنذرهم لا یؤمنون. چه بترسانی آنها را چه نترسانی ایمان نمی آورند. صم بکم عمی فهم لا یرجون. گنگ هستن، کر هستن، کور هستن، ایمان نمی آورند. 15 سال است که این آیه را ما تکرار میکنیم که بابا جان والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که پایین تر از الله آنها را میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. الله میگه مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. بعد این آقا چی میگه؟ آقا فرکانس صدای مرده پایین است و فرکانس صدای انسان ها بالا است و فرکانس صدای خوک پایین است و صدای خرس بالا است و نمیدونم اینو میشنوه اونو نمیشنوه. الله متعال جواب تو داده، 1400 سال پیش داده، اما شما گوشتان مثل چی میگه؟ گوش خر بفروش این گوش خر، این سخن را در نیابد گوش خر. این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما هر چه داد بزنید صدای شما را نمیشنوند. 100 بار بگو یا حسین، سر قبر یا حسین برو بگو یا حسین، لا یسمعوا دعاءکم، دعای شما را نمیشنوند. آقا متخصص فرکانس چی میگه؟ نمیشنوند. الله متعال چی میگه؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، بالفرض محال اگر بشنوند اجابت نمی کنند. اجابت نمی کنند. چرا؟ الله متعال میگه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت بکنم شما را. دوست عزیز این گوشات رو عوض کن. میگه که اولا نمیشنوند، شما میگید میشنوند، خب اوکی، حرف شما درست، میشنوند، اما اگر بشنوند جواب داده نمیتوانند، مشکلتو نمیتونن حل بکنن. بابا امام رضایی که زنش انگور رو سم ریخت توش، آره طبق روایت اونها میگن که زنش نمیدونم جاسوس هارون الرشید بود، امامی که خبر نیست که زنش جاسوس هارون الرشید است، این امام به درج جرز دیوار میخوره. این امامی که نمیدونه که تو خونش رو نمیتونه اداره بکنه، این چطور میتونه امت رو هدایت بکنه؟ البته امام رضای اونها، امام رضای ما رو که الله سبحانه و تعالی رحمتش بکنه. بعدش زنش میاد سم میریزه رو انگور، انگورم امام میاد نوش جان میکنه. اگر این امام خبر داشت که این انگور سم داره، زهر داره توش، خودکشی کرده که خورده. اگر خبر نداشت پس علم غیب نداشته. احلاها مرد در عربی میگن، شیرین ترینش تلخ است. این حکایت شما مردم است. الله متعال هدایتتون بده.